این طارمیه. اینو واقعا خجالت نمیکشه. ما حبیب آقای گل به پای هم پیر بشیم. راحت داره این که مثلا رو بخاری نماز بخونه. سلام به به دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خوبین؟ اومدم با گنگ ترین رپر خاورمیانه سعی کن نخندی بریم بترکونیم و بازنده قراره که تخم مرغ تو سرش بشکنه. بخوره تو پیشونیش، تو دهنش، پیشونیش به فنا بره. ولی این ویدیو خیلی دارک، ببین همش وحشیه. ببین داداش، من یه مدلمو میخوام عین این. خب من امشب عروسی دارم، اگه نمیشه همین الان دست نزن. من نمیدونم اینجا سفید بود، اینجا سیاه بود، اینجا مو نبود و نمیدونم اینجا نمیچسبید و فلانه و بهمانه. اگه نمیتونی دست بزنی تو باید میخوری دست بزنی لاشی. چی ولی واقعا زد فکر کنم. خیلی خوب بود. چی میگه؟ این میگه که الان زنگ میزنم بچه محلم بیان کونت بزنم. این تربیت صفت. نه خندانم باحال بود. لاله خانم و حبیب آقای گل به پای هم پیر بشیم. دلم سوخت باشون. آره بسیار بسیار عالی. عالی. اینو واقعا خجالت نمیکشه. چرا اینو خجالت میکشن؟ نه جدی. بعد حداقل نذارم ویدیو بگیرن. ندارن انرژیشونو تخلیه میکنن. خیلی خوب. لاپایی نگو قلیون، بگو شلنگ مخزنداره میان لبی دودساز. چه تخمیه. آقا سلام، خسته نباشید. شلنگ مخزنداره میان لبی دودساز میخواستم. نه این نبود، میگم این نبود. خدا میگم چی شد؟ نفهمیدم. این یاد بچگیات میخواد بندازه. وای محمود مامان اینجوری بود. مامان اینجوری بود میسابید. مامان جرم میداد. حالا اینجوری نمیزد ولی آخه دلم سوخت با حال دختره. شیر خر مادر جیانده سر صبح خندیدی. واقعا بلم کن چرا میتونی بری؟ عجب چونی. این یه بار دیگه نگاه کن ماما، خیلی باحاله. اینو من خودم انتخاب کردم. این پاره میشی؟ این سلامتی قبل ضربه نت باباش داشت می‌اومد. چیش خنده داره؟ آخه شوت زدن مختلفه. بعضی قدرتی میزنن مثل نومت و کانون، ولی بعضی ما مثل کاکل توپ و تکنیکی میزنن. شغل باحالی ها. میخندن خیلی. بگم کاکا. آخه شوت زدن ها مختلفه. بعضی ها توپ قدرتی. نخند ماما، خندیدی دیگه. نخندیدم. خندیدی به خدا نه. من از اینو زیاد گذاشتم. خب این یارو اسکوله. به ترکی میشه اینه کیپ. گفتم بابا چرا اینجوری میکنی تو؟ گفتم بچسبون پشتم. تو خندیدی باختی دیگه. بابا این برام اتفاق افتاد. یوتیوب دارن قلقلیه میزنم زمین میره هوا. چون خود سفید و آبیه. از اول بخونم. یوتیوب دارن قلقلیه. قلقلی سفید آبی سرخه. آفرین. میذارم به هوا
میزنم هوا زمین میره. میزنم زمین به هوا میره. میزنم زمین به هوا میره. آفرین. نمیدونی تا کجا میره. آفرین. یه چیزایی شنیده. نقشانم خوب نوشتم. آفرین. بابام برام ایدی داد. باریکلا. یه توپه. چند بار دیدمش بازم دارم. یه توپه قلقلی. یه توپ قلقلی دارم. نظرش چیه؟ آفرین خوب بود. یه بستنی واسه میگیرم. یه بستنی بسط میگیرم. خیلی نازه چه این پول شرک کف دسته ولی تو فقط به خاطر همین پول گنزه تو هرچی رابطه یه شاشیدم توی پول بخواه میکنه این کلیپ خانه دست برسه این کلیپ برو برو کلیپ خیلی خوب. با روی بخاری نماز خواندن چی حکم دارم؟ بخاری چند قسم بخاری داریم ما. اگر یگان بخاری است که آتش معلوم میشه پس پیشروی از اون نماز خواندن کراهت داره، مکروه است. اینجا کراهت داره این که مثلا رو بخاری نماز بخونه. نمیتونم نخندم. وای خیلی چندشه. باحاله. من تو خوشم میاد ازش. یک ثانیه نمیتونم اعصابم خورد بودنی. خب اینو نگاه میکنم نه کلا حالت واقعیشو میگم. یک ثانیه نمیتونم. خالیه، راحته. خیلی خوشم میاد ازش. دلبری میکنه دیگه. محمد قرار نیست که مردونگی داشته باشن. اینو میشناسی؟ این طارمیه. مدل 57ش خوب بود. خانم بده من از دکتر. شو بابا. بعدی تو می‌کنی آقا جون مادر یه دقیقه من این دخترم زایف شبیهش خیلی یه دقیقه وایسا. فرق میکنه. این ماشین شوهر من. بیا پایین. برو پایین بابا. آقا واقعا شرمنده‌ام و خواستم پوزشو بزنم. چی میگی خانم؟ من خودم یه ماشین دزدیدم. برو اون ور برو. من پسر 7 ماهه. ماشین دزدیدم. ای جانم پسر 7 ماهه داری. چند سالشه؟ 7 ماهشه. 7 ماهه. چند سالشه؟ داریدم 7 ماهشه. 7 ماهشه. فهمیدی؟ 7 ماهشه. راستی میگم از چه سب پسرای بیشتر خوشت میاد؟ ببینم پسرایی که چیزی براشون مهم نیست و خیلی بیخیالن. الو یه لحظه ببخشید. چی؟ مرد؟ الان میام. ببخشید خالم مرد. ولش کن بابا. این تویی ها محمد. داداش ولش کن بابا زیاده. چی؟ مسئول کنی. احمد. بله. اگه اینجایی بهم بگو. آره بیا با اینجا صحبت کنیم. منم کریمی مددکار. بله خدا وکیلی بمیرم برم. اگه بدونم کجایی میتونم از اینجا ببرمت بیرون. همین جایه. من چقدر احمد. ببین هر لحظه ممکنه بیان. تو صحبت کن مزاحم هست. همه کلیپاشو دنبال کسی اینجا نیست. 100 بار دیدم. من تنها. ولی بمیرم 100 تا ساختم واسه. نترس میخوام کمکت کنم. دست چشم درد نکنه. سعی کردم یه کاری کنم اینا برن تا تو بتونی بیای بیرون ولی نشد. اگه بدونم کجایی میشه یه کاری کرد. میشنوی صدامو؟ من امشب دوست برو بابا 100 تومن میدم بهت. خدا وکیلی 100 تومن میدم. احمد. بله. یکی دوتا کورت احمد. پس برای اشتباه کنه بهم. نه بابا گروه پدرشون گدایه. نه اون تو جا. تمام شد؟ انصافا محمد چه حسی داشت؟ کلیپا چطور بود؟ نه یکی دوست نمیتونستی. آره نمیتونستی خود جلو خودتو بگیری بخندی. بازنده تویی به خدا قسم. تو 10 دقیقه لباسام خراب میشه واقعا. خب کجا بزنیم؟ کجا بزنیم؟ سوسو کسکش. انصافا بچه ها این بچه به فنا رفت دیگه نمیاد ویدیو بگیریم.
ساب و لایک و کامنت یادتون. خب الان نمانی به لباست. خدا نگهدار، دوستتون دارم.